की खुशबू यकी मां खुशसूरत खुशीरत खुशबू यकी मां يقول نهاريات فراموش نکنی خوشبو یکو خوش سیرتی من این آتشی پیشرابی خوشبو یکی من خوش سیرت و خوش صورت و خوشبو یکی من خوش صورت و سیرت خوش او یکی من. سلام عرض میکنم نسالتان شنوندگان عزیز رادیو مهاجر. شام فرا رسید. برنامه فرهنگ فراغت شام غریبان را نیز ما شروع کردیم روی موج رادیو مهاجر عزیزان. ساعت در مسکو 20 است. امروز 17 ینور 2020 سال. شام تراوت، مهر، محبت، صمیمیت انا همینجاست عزیزان. ما رو همراهی کنید و این رادیو مهاجر است. اینجا استودیو مرکزی رادیو مهاجر است و صدای ما رو روی موج رادیو مهاجر مستقیما میشنوید. برنامه است سرشار از مهر و تمنیات و صمیمیت و یک جهان سپاسهای بی اندازه. خب عزیزان دل، پخش میکنم سرودی رو، صحبت رو تمام میدیم بعدا. चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे जो चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना खड़क खड़क रे खड़के खिड़के खड़क सिंह का खड़के वो चंदा चमके चम चम चीखे जो करना छोड़ चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो पके पेड़ पर पका पपीता पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा कपड़ा पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता
को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता चंदा चमके चम चमची खींचो गन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को चंदा चमके चम चमची खींचो गन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को इतना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना चंदा चीनी चमके चाटे जो गन्ना जी चंदा चमके चम चमची खींचो गन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को عزیزان دل شام پر از مهر و محبت را ادامه میدهیم. شام غریبان است روی موج رادیو ماجر. سرودهای درخواستی رو پخش میکنیم، تمنیات ها میگیم، درود ها میفرستیم و برنامه هم رنگ دیگر میگیرد. دوستان خود را شاد میکنید و همینطور یک شام با فراغت سپری میکنیم. اول عشق آسمان بلند، آخر عشق خاک دامنگیر. اول عشق آرزوها گرم، آخر عشق آرزوها پیر. اول عشق دست برگردن، آخر عشق دست دلشویی. اول عشق روبروی یار، آخر عشق روبه بیرویی. اول عشق گل به کاکلها، آخر عشق مشت خار و خس. اول عشق صاحب دنیا، آخر عشق مرده بیکس. اول عشق لاف مردانه، آخر عشق تهمت نامرد. اول عشق سینه پرشور، آخر عشق سینه پردرد. اول عشق بوسه شیرین، آخر عشق تلخ و شوری ها. اول عشق نشأه دیدار، آخر عشق زهر دوری ها. اول عشق گلفشانی بهبهار، آخر عشق برگریزی هاست. اول عشق اول دنیا، آخر عشق آخر دنیاست، گفته است استاد لایق شیرالی. عزیزان خب فراموش نمیکنیم که زندگی با عشق و محبت، با همین مهر و وفاداری رنگین تر است. کم و کاسته های زندگی هست، میگذرد، دنیا در گذر است. عزیزان هیچ به دل نمیگیریم، همیشه میخندیم، میسراییم، میرقصیم، چرخ میزنیم تا طبعمون خوش باشد، روزمون با فراغت سپری گردد. شاممون از همه مهم شام یک بناز باشد، شام باشد که در حقیقت شام باشد که چی گویم، شامی فراموش نشونده. همین گونه شام به هر یک شما تمنا دارم. خب عزیزان دل، ما را همراهی کنید. سرود و موسیقی های دلنشین را در پیش داریم و همیشه با صدای رادیو ماجر بمانید، چون که رادیو ماجر پیوندگر قلب های هر یک شماست. در اینجا نفران زیاد دوستان و نزدیکان خود را پیدا کردند، نفران زیاد که رشته دوستی برقرار کردند با واسطه برنامه‌های فرهنگی فراغتی رادیو ماجر. این رادیو است که در حقیقت صدای قلب شما را میشنود. در اینجا یک سرود از نگین امانقل و بدخشان رو پخش میکنم. یک گوش میکنیم عزیزان و یاد از وطن میکنیم. Ukreneset iltimos, ويبقى بين مارينيس. Ukreneset iltimos, ويبقى بين مارينيس. استتم روزاس تخيس تاريخ جاية تاريخ مكر. التماس ويبقى خاتم ما بينيس. استشت النازم استشت خرازم استشت دیگر خو خاتم بازم. استشت النازم استشت خرازم استشت دیگر خو خاتم بازم.
جدیت بهار خو جنم جد تو جد خارت سار زمستون مثل جدیت بهار خو جنم جد تو جد خارت سار استاد امروز از تو خیز درگه جایت درگه مکن التماسم و دل مکملا استاد چت نازم استاد چت خرازم استاد چت دیگر خو خطن بازم استاد چت نازم استاد چت خرازم استاد چت دیگر خو خطن بازم شبنم زده من به جمال تو نظر میکنم خوش آمده یار وفادارمه در تای گل شوخی ستمگارمه در تای گل خیمچه باغ و بستان میوه گل و سیب بدخشانمه میوه گل و سیبی بدخشانمه اشلاق شما منزلمه من به جمال تو نظر میکنم من به جمال تو نظر میکنم خوش آمده یار وفادارمه در تای گل شوخی ستمگارمه در تای گل خیمچه باغ و بستان میوه گل و سیب بدخشانمه میوه گل و سیبی بدخشانمه مسته مسته ما بلبل مست مسته مسته ما قهر زنان گل پرسته ما بلبل مست مسته مسته اندر طلب نگار سرمست ما بلبل مست مسته مسته ما گرد جهان قلندر هسته ما بلبل مست مسته مسته چون تو تیزار در غمی یار ما بلبل ما پنجره قفس شکسته ما بلبل مست مسته مسته نوشیده قدح ز جام آن یار ما بلبل مست مسته مسته مدهوش و خراب اومد برسته ما بلبل مست مسته مسته ما بلبل مست مسته مسته ما بلبل مست مسته مسته ادامه برنامه فرهنگی فراغت شامی غریبون است پر از مهر و صمیمیت و تمنیات های دوستان. در اینجا میخواهم در آغاز عزیزان تاریخ روز رو زود ورق بزنیم و بعداً بگذاریم به نامه هایی که از جانب شنوندگان ارسال کردند. صورتهای درخواستی اینجا زیاد است و وقت رو فرصت رو غنیمت میشماریم. من زود تک انمان تقویم روز رو براتون میخونم عزیزان و ادامه میدهیم صحبت گرم و جوشان خود را. امروز 17 ینور سال 2020 است. ساعت در مسکو 20:16 دقیقه. امروز 17 روز سال 2020. 17 ینور سال 2014 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در باره تجدید ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرمان به امضا رسانید. 17 ینور تجلیل کرده می شود روز بین المللی اختراعات کودکان. 17 ینور 2013 در شهر دوشنبه وکیلان پالات پایانی پارلمان تاجیکستان مجلس نمایندگان سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین اید به نظام سرحد دولتی تاجیکستان چین را تصدیق کردند.
100 سال مقدم 17 ینوری سال 1920 در روسیه شوروی رسما حکم قتل بکار کرده شد. در این روز سال 1950 حزب کمونیستی بولیویا تأسیس داده شد. 17 ینوری سال 1995 در شهر کوبه ژاپنیا در پای زلزله شدید زیاده از 6400 نفر به هلاکت رسیدند. سال 2017 در مرکز مأموری ولایت سوخت شهر خوجند فیلیال کارخانه واحد دولتی کارگاه پروتزی و ارتوپدی افتتاح گردید. عزیزان، خبر ناخوشم هست لیکن به هر حال دانستنتان شرط و ضرور. 17 ینوری سال 1995 در شهر کوبه ژاپنیا در پای زلزله شدید زیاده از 6400 نفر به هلاکت رسیده است. خب دوستان عزیز، ادامه میدهیم صوت و نوا را، سرودهای دلنشین را، سرودهای جذاب را. و اینجا نظر میکنیم نامه هایی که از جانب شنوندگان آمدند و یک لحظه. خب 5084 گفته است دوست مراد ردنای من گفته است دوست مراد برادرشان عموما زادروز داشته است و خواستند دوست مراد رو بر روز زادروزشان ما تبریک بگوییم از نام این کس و یک سرود از زلفات خمخم زده از خیرالدین شریف است. سرود زلفات خمخم زده رو درخواست کرده است. خب دوست مراد رو بر روز زادروزش تبریک میگوییم. همه خوشی های زندگی نصیبش باشد، همیشه دوستان جهانی برش باشد، سرش درد را نبیند، روحش زیبا و گوارا باشد، هر کجای باشد برکت زندگی نصیبش باشد. گفتنی اش هستم که از بخت خندانت بینم چون لعل رخشانت بینم، در هر بهار عمر خود دایم گل افشانت بینم. دوست مراد دوستی عزیز، زادروزتان مبارک باشد، همیشه خوش و خوشبخت و سلامت و خوش قدم بمانید. خب سرود رو از جانب دوستانش که درخواست کرده است، سرود زلفات خمخم زده را، این رو خیرالدین شریف می سراید. خب از کارگردان خواهش میکردم سرود رو آماده کنند و پخش میکنیم. شما میشنوید مستقیما برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان را روی موج رادیو موج عزیزان. ساعت در مسکو 20:19 دقیقه. امروز 17 ینوری سال 2020 است و ما در اینجا بهر شما عزیزان هیئت ایجادی و تکنیکی شام غریبان را معطرتر گردانیده ایستاده‌ایم. خب سرود آماده است. با اشاره کارگردان یک جا میشنویم خیرالدین شریف را زلفات خمخم زده میگوید. زلفات خمخم زده ای، قاشات قلم زده، قاشات قلم زده، آچیقه خش روشیدی، روی دلم غم زده، روی دلم غم زده. زلفات خمخم زده ای، قاشات قلم زده ای، قاشات قلم زده، آچیقه خش روشیدی، روی دلم غم زده، روی دلم غم زده، آچیقه خش روشیدی، روی دلم غم زده، روی دلم غم زده. زلفات خمخم زده، قاشات قلم زده، زلفات خمخم زده، قاشات قلم زده. شما من زلفات خمخم زده ای، قاشات
قلم زدی کاشات قلم زدی آچی قخش روشیدی روی دلم غم زدی روی دلم غم زدی زلفات خم خم زدی کاشات قلم زدی زلفات خم خم زدی کاشات قلم زدی فراموش زلفات خم خم زدی کاشات قلم زدی کاشات قلم زدی آچی قخش روشیدی روی دلم غم زدی روی دلم غم زدی آچی قخش روشیدی روی دلم غم زدی روی دلم غم زدی زلفات خم خم زدی کاشات قلم زدی زلفات خم خم زدی کاشات قلم زدی. عزیزان ادامه میدهیم. خب سرود درخواستی زلفات خم خم زده رو بهر صاحب جشن دوست مراد پخش کردیم. زی راه آرزوهای جوانی و یا سرمنزل دور محبت تا ناگه آمده در رو برویم دلم روشن شد از نور محبت چراغان کردی یک سو کلبه من چراغان کردی یک سو خانه من چراغ کلبم گاهی بمیرد نمیرد شعله کاشانه من سراپایم درخت سبز و پرگل جوانیم گلستان شد گلستان به پای اندازت ای عشق خداداد گلفشانم گلفشانم گلفشان چراغان کردی یک سو کلبه من چراغان کردی یک سو خانه دل چراغ کلبه هم گاهی بمیرد نمیرد شعله کاشانه من گفته است استاد لایق شیرعلی. عشق و محبت را همیشه پایدار بدونید و عزیز بدونید و همیشه پایدار نگاه دارید. شامتان بخیر و شادی باشد. بار دیگر درودهای پر از مهر محبت صمیمیت را نثارتان میکنم با اون نفرانی که الحال صدای ما را میشنوند. پخش مستقیم برنامه فرهنگی فراغتی ما و شماست. شام غریبان است ببخشید روی موج رادیو موجر. عزیزان در حقیقت برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما رو نیز من پیش میبرم از همین خاطر در بعضا حالتها الکی باور کنید انسان هر آن که قوای هم نداشته باشه کمی هم خسته میشوه. خب خستگی ها رو احساس نمیکنیم و چی گویم با جوش و خروش برنامه رو پیش میبریم با مهر و محبت. من خستگی رو احساس نمیکنم اون زمانی که شما مرا همراهی میکنید و صدای مرا مستقیما میشنوید. مهر و محبت شما رو ان همان چیز نشانه میکند به ما که شما ما رو مستقیما میشنوید و همراهی میکنید با ما در تماس هستید. تلفن های استودیو مرکزی رو تکرار میکنم 8967 111 56 46 8965 151 0410. مسنجر های وایبر واتساپ ایمو هست، میتونید مستقیما زنگ بزنید یا اینکه پیامک های اس ام اس های خود رو بفرستید و من حتما درخواست شما رو برآورده خواهم ساخت. نظر میکنیم در اینجا نامه ها آمدند. خب 1590 این یک شنونده دومی ماست نویسنده است که از شبنم تاج‌الدین سرود بمانید. از شبنم تاج‌الدین میمونیم. سرود از شبنم تاج‌الدین همیشه آماده است برای ما عزیزان دل. میشنویم شبنم تاج‌الدین رو بعداً با صحبت‌های گرم رو ادامه میدیم.
شهره عالمی 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 تو که اسم قشنگه عالمی 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 منو عشق تو با این آرزو 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 تو که معجزه بخش این عالمی واسه ما باز خنده گل کنه مثل دل واسه عشقت گل کنه که دلم به خیالت پر پره با امید و هوس سر میبره با امید و هوس سر میبره یاری خوشگلی یاری دلبری یاری از همه زیباتری یاری واسه من یاری واسه عشق یاری از همه مغرورتری یاری خوشگلی یاری دلبری یاری از همه زیباتری یاری واسه من یاری واسه عشق یاری از همه مغرورتری تو که فاتح شهر قلبمی 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 تو که مرهم و زخم و دردمی 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 نرو بری من تا دوری دور دوری دور دوری دور تو که سرخی رنگی سردمی واسه ما واسه من احمد میشه بذار مهربونی دریا بشه مرا تو خونه دل را بیده مثل در رو به قلبم با بشه مثل در رو به قلبم با بشه یاری خوشگلی یاری دلبری یاری از همه زیباتری یاری واسه من یاری واسه عشق یاری از همه مغرورتری یاری خوشگلی یاری دلبری یاری از همه زیباتری یاری واسه من یاری واسه عشق یاری از همه مغرورتری دیگه غنچه وا نمیشه واسه هم سفر رهش دیگه هیچ کسی پا نمیشه اگر قسمت من تو باشه چی میشه چی میشه چی میشه اگر قسمت من تو باشه چی میشه چی میشه چی میشه یاری خوشگلی یاری دلبری یاری از همه زیباتری یاری واسه من یاری واسه عشق یاری از همه مغرورتری یاری خوشگلی یاری دلبری یاری از همه زیباتری یاری واسه من یاری واسه عشق یاری از همه مغرورتری یاری خوشگلی یاری دلبری یاری از همه زیباتری یاری واسه من یاری واسه عشق یاری از همه مغرورتری یاری خوشگلی یاری دلبری یاری از همه زیباتری یاری واسه من یاری واسه عشق یاری از همه مغرورتری یاری خوشگلی یاری دلبری یاری از همه زیباتری یاری واسه من یاری واسه عشق یاری از همه مغرورتری. بار دیگر شامتون بخیر و ادامه میدهیم برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان را با مهر و محبت و جهان صمیمیت. شیشه ما سنگ خارا بشکند، خامه ما پخته ها را بشکند. آنچنان سنگین مجاز و محکمیم، کوزه ما سنگ دریا را بشکند. آنقدر ساغر شکستیم از علم تا طلسم یک معما بشکند. 100 دل و 100 دست و پا بشکسته ایم تا که 100 راه فردا بشکند. ما از آن میدان غریبان نیستیم که دل ما به تقاضا بشکند. گردن گردان بشکنیم پیش از آن که گردن ما بشکند. عزیزان دل، خب همیشه در فکر استوار باشید. همیشه با عمل نیک، رفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک نمون شور و شرار جوانی خود را به دست بگیرید و رفتار و گفتار نیک و پندار نیک را به جا بیارید. خب پخش مستقیم برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان است و نظر میکنیم با نامه ها. در اینجا یک نفر در وایبر نویسنده است 8084 میگوید که از سرودهای دوره های جوانی ما چی مانده میتوانید؟ ما نه آنقدر پیر شده ایم گفته است. نو
50 در آمدیم. کدام نفر بود است به نهایت شوخ بود است. ما نه قدر پیر شده ایم نه 50 در رسیدیم. از سرودهای دوره های جوانی ما چی مونده میتوانید گفت است؟ از سرودهای دوره های جوانی این نفران چی مونده؟ شما حالا هم جوانید، شنونده عزیز، شما حالا هم جوانید و من از کارگردان خواهش میکنم یگان سرود کلاسیکی یا اینکه یگان سرود ماند که شور و شرار دوره های حالا هم که جوانند این نفر با گفتی خودشان 50 در آمدند، حالا هم جوانند، به هر حال از آغاز جوانی اینها یک سرود بمانند. و کارگردان عزیز ما نیز به نهایت خنده کردند. خب شام مهر است، محبت است، بگذار که همه ما خندیم، بگذار که در لبان همه ما تبسم ها ویده باشد. خب یافت شده است؟ بله یافت شده است میگوید. یک سرود رو میمونیم پخش میکنیم اینجا، یک جا میشنویم سرود گلدختران تاجیک رو. بگذار گوش کنند، به یاد بیارند گلدختران زیبای تاجیک. این شعر رو میسر دلدار و سرایده است، یک سراینده به نهایت صدای شیرین و فارم دارد که از بدخشان عزیز است. یک جا میشنویم میسر دلدار را.
رادیوی مهاجر، موسیقی دلت را گوش نما. خب عزیزان، پخش مستقیم برنامه فرهنگی فراغتی شامی غریبان است. صدای مرا روی موج رادیو مهاجر میشنوید، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و نکلاسنی که طریق نواری آنلاین ویدیویی گوش کرده میتوانید. سرود گل دختران تاجیک را در اجرای میسره دلدار و الفتما محمد دنبر و نقره رحمت و شنیدید. صداهایی بودند که در حقیقت جذاب، فراموش نشونده، صداهایی که همیشه در قلب، در مهر، در همه دل و دیده ما جا هستند. سرود را سالهای پیش سراییدند میسره دلدار و الفتما محمد دنبر و نقره رحمت و بعدا در ادامه این سالهای بعد آوازخوانان انسامبل دایرو اینجا نگینه منقول و لولا عزیز و خب محرم شریف و بنفشه شاکر و اینها بعدا یک جای این سرود رو سراییدند. این قسمت نوش نیست هست، ثبت نوش نیست. به هر حال اینجا کارگردان ما تشکر به آن کس که خیلی زحمت کشیدند و این سرودهای پیشینه رو دریافت کردند. این سرودها به نهایت سرودهای چی گویم خزینه طلایی است، باور کنید. سرود رو سرایید میسره دلدار و الفتما محمد دنبر و نقره رحمت و گل دختران تاجیک گفتند. اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم. تو یکتای منی ای گل، تسلای منی ای گل، اگر جانم رقم دارد تو را من دوست می‌دارم. توی خود آرزوی من، کمال جستجوی من، اگر عشقم به مرگ آرد تو را من دوست می‌دارم. اگر عرض نیاز من، همه سوز و گداز من به گوش تو نمی‌فارد تو را من دوست می‌دارم. اگر گردون دون یک دم نبگذارد که خوش باشم، گذارد یا نبگذارد تو را من دوست می‌دارم. قسم بر خال ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت تو را من دوست می‌دارم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته هر وقت و هر ساعت من تکرار می‌کردم، در خاطر داشته باشید دائما میگفتم کلمه تو را من دوست می‌دارم رو از زبان فراموش نکنید، هیچگاه از زبان دور نکنید. با مهر باشید، با محبت باشید، با صمیمیت باشید، اون طرز زندگی کنید که به خودتون شوقتون بیاید، یعنی که خودتون به خودتون احسن بگویید. یک چیز رو میگویند که اول انسان خود رو احترام کرد، بعدا دیگران رو احترام میکنند. این چیز رو استادان به ما آموختند، در حقیقت راست است. نفری که اول خود رو احترام میکند، بعدا دیگران به او احترام میگذارند. اگر خواهید که شما رو احترام گذارند، اول به خود احترام گذارید، یعنی که خودتون رو احترام گذارید. بعضن ها شاید نفهمند، گویند که چرا خودم رو احترام گذارم و چگونه. این به اون معنی است که قدم دانسته بان، خب گفتارت سخنت سنجیده گو، یعنی که هر آنچه که میکنید در دایره عمل نیک، گفتار نیک، رفتار نیک، پندار نیک. بزرگان گفتند سخن بسیار دان و اندک گوی، یکی را صد مگوی، صد را یکی گوی. همین مصرع ها راست هستند. بله، در حقیقت این مصرع ها جان دارند. برای همین باید که طرز کنیم که مهر و محبت همیشه باشد. احترام و صمیمیت یکدیگر را هیچ جگاه از قلبتان، از دلتان دور نکنید دوستان من. خب در اینجا جمال استموف نویسنده است. شماتون بخیر. سامان جان و شنوندگان رادیو مهاجر نویسنده است. شام شما رو نیز بخیر و شادی میگوییم از آنکه ما را همراهی میکنید. جهانی سپاس و شام عشق و محبت رو به شما تمنا داریم. جمال استموف گفته است یک سرود قابل جان ظریفوف، خب سرود از قابل جان ظریفوف درخواست کرده است. اینجا خب کارگردان برنامه علاقه یک سرود آماده کرده است از قابل جان ظریفوف، جورا جان است. میشنویم یک جا. جورا جون
باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جون جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جون جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جون جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای برای زودتر یه جورای رفتگی بیایی زودتر در برگی بنوشه گیروم بوته هرچند که گشتم ندیدم روته جور جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای در تاری هوا ستاره خوش شویم در تاری هوا ستاره ها بسیارند شاید که با یک لباس پوشیده شویم جور جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای جور جان باغ پرگلای در درونی باغ گفتی بلبلای. خب از آن دل صحبت را ادامه میدیم. سرود قابل جان ظریفов جورا جان را شنیدید. خب سرود قابل جان ظریفов را درخواست کردن جمال استموف شنونده دائمی ما. صحبت ها را ادامه میدیم. مهر و وفا و صمیمیت عزیزان دل، ساعتی که به وقت برنامه جدا گردیده است نه آنقدر دیگه مانده است و اینجا سرودهای دیگری درخواستی نیز هستند. الکی باز نامه دیگر آمد. من نظر میکنم در اینجا عزیز شکر نویسنده است. سلام علیک برات گفته است یک سرود سیلینا گومز بشنویم موژیکو دیخکنن خوب میشد گفته است. خب قبول عزیزان دل، حق جوی گفته است، بیگی لایک گفته است، عزیزشا گفته است ایجا نفر پیدا نمیشود که سرودهای انگلیسی بشنوند. ای امریکا شنونده ها نیستند، چق چق کنیم گفته است. خب دلشاد خدای بخشش نویسنده است. سلام علیک راویان محترم و شنوندگان گرامی، یک سرود از ملکه سیدова گفته است شب هجران بیا با هم بگیریم گفته است. خب عزیز شکر گفته است اگر جانم رقم دارد تو را رقم نگو خطا میشد.
خب حقجوی گفته است سامان جان سلام، من در همه پخش مستقیم شما اشتراک میکنم. من میخواهم چلخان خال یک بیت مادر میموند رحمت گفته است. خب عزیزان دل من شما رو فهمیدم، سرودهای درخواستی شما رو. خب اینجا یک سرود رو پخش میکنم از MC دونی و ناتالیا، تیکتو تاکوی. من این سخنان رو به شما نگفتم، نامی سرود میگونه است، به فکرم شما نیز همتون میدونید. تیکتو تاکوی گوش میکنیم، بعدا سرودهای درخواستی دیگر رو پخش میکنیم. А ты такой красивый с бородой, твои попала сети. Я работал на стройке, ездил на метро, без регистрации, просто повезло. Я мечтал подняться всем врагам назло. А что, мужчина должен иметь все: собрать стол из Икеи, иметь крутые идеи, зарабатывать кэш, а не сидеть на шее, быть с любимой, а не собирать трофеи, меньше тусоваться, больше посещать музеи. Однажды я поменял маршрут. Прощай, Равшан, и прощай, Джамшут. Привет, Москва, Блэкстар, я тут. У меня есть борода, и меня берут. Теперь любая хочет быть со мной, как будто я супергерой. Так неожиданно успех большой. Продолжи, Натали, страна будет петь с тобой. А ты меня искал, полмира обошел. Теперь у нас с тобой все будет хорошо. А ты такой красивый с бородой, твои попала сети. Я раньше тебя видел только в интернете. А ты такой мужчина с бородой, мечтаю о дуэте. Прокатись со мной на кабриолете. А ты такой красивый с бородой, твои попала сети. Я привезу тебя домой утром на рассвете. А ты такой мужчина с бородой, мечтаю о дуэте. Будь осторожна, от этого бывают дети. Это MC Дони и Натали. Живу хорошо, а был на мели. Я нашел себя и меня нашли. Иншаллах или селяфи. У меня есть план, он дерзкий очень. Украсть тебя с танцпола под покровом ночи. Светлый волос твой, голубые очи. Пакуй чемоданы, утром рейс на Сочи. Пускай весь мир нас подождет. И все, что хочешь, ты и за мой счет. Черная карта Black Infinity. Ты не смотри, что написано Тимати. Теперь любая хочет быть со мной, как будто я супергерой. Так неожиданно успех большой. Продолжи, Натали, страна будет петь с тобой. А ты меня искал, полмира обошел. Теперь у нас с тобой все будет хорошо. А ты такой красивый с бородой, твои попала сети. Я раньше тебя видел только в интернете. А ты такой мужчина с бородой, мечтаю о дуэте. Прокатись со мной на кабриолете. А ты такой красивый с бородой, твои попала сети. Я привезу тебя домой утром на рассвете. А ты такой мужчина с бородой, мечтаю о дуэте. Будь осторожна, от этого бывают дети. А ты такой красивый с бородой, в твои попала сети. А ты такой мужчина с бородой, мечтаю о дуэте. Прокатись со мной на кабриолете. А ты такой красивый с бородой, твои попала сети. Я привезу тебя домой утром на рассвете. А ты такой мужчина с бородой, мечтаю о дуэте. Будь осторожна, от этого бывают дети. Эй! Почему не работает? خب عزیزان، وقتی جدا گردیدن نه اونقدر زیاده، سخن رو کم میکنیم، عمل رو بیشتر. خب سرود سلینا گومز رو پخش میکنم. درخواست کرده است عزیز شاه شکر. یک جمله شنویم سلینا گومز رو، بعد از اون دیگر سرودهای درخواستی دیگر هست که زود زود پخش خواهم کرد. They found love one summer, a little too wild for each other. Shiny till it wasn't, feels good till it doesn't. It was her first real lover, his too till he had another. Oh girl, but she found out trust levels went way down. Of course she was sad, but now she's glad she dodged a bullet. Took a few years to soak up the tears, but look at her now. Watch her go. Look at her now. Watch her go.
not saying she was perfect, still regrets that moment. Like that night, was it wrong, was it right? Yeah, what a thing to be human, made her more of a woman. Of course she was sad, but now she's glad you dodged a bullet. Took a few years to soak up the tears, but look at her now, watch her go.